اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اینک برادران و خواهران عزیز، ما کتاب فقه را، فقهی که برای مبتدی، سویه‌ای که مبتدی هست، برای آنها، به هر یک فرد مسلمان، برای طالب علم ها خصوصا و با آن کسانی که زبان عربی را دانند یا که فقه حنفی را آموختن میخواهند، برای آنها ثبت درس را شروع میکنیم. طریق درس خوانی ما با عربی عباره را خوانده به طرز توضیح کردن و با طریق استدلال میخوانیم. الله به هر یکی ما و شما استفاده و افاده و در راه علم و عمل و اخلاص استقامت نصیب گرداند. کتابی که ما میخوانیم شرح متن نور الایضاح است. این کتاب چند نمود شرح ها دارد و حاشیه ها دارد. مؤلف این کتاب باشد العلامه الشیخ الحسن بن عمار الشرنبلالی رحمه الله. نوشتن این کتاب را بعضی از طلبه های این علامه، این شیخ طلب کردند تا اینکه معلومات هایی که در کتاب های متول دور و دراز است، برای آموختن این معلومات های طولانی قدرت هر یک کس نمیرسد، برای که هر کس خواند و فهمد حد اقل فقه حنفی را بداند، طلب کردند که تا اینکه اختصار کنند و قول های ظاهر را و قول های راجح را به یک جا بیارند. گفته طلبه ها از استاد طلب کردند و الله طلب طلبه ها و استاد را به جای آورد. این کتاب را تصنیف کردند، کتابی که نور الایضاح نامیده می شود. در تمام انحای عالم، در تمام جایهایی که علم میخوانند به فقه حنفی مشغول هستند، هر کس این نام کتاب را می‌داند. المیاه التي يجوز التطهير بها، آب‌هایی که با آن آب‌ها تازگی جایز است. المیاه التي يجوز التطهير بها سبعة میاه، آب‌هایی که با آن آب‌ها تازگی جایز است. آن نمود آب‌ها 7 تا هستند. یکم ماء السماء، آب باران، و دوم ماء البحر، آب بحر، و سوم باشد ماء النهر، آب دریا، و چهارم باشد ماء البئر، آب چاه، پنجم باشد و ما ذاب من الثلج، آبی که از برف گرفته شدگی هست، و البردی، و آبی که از ژاله گرفته شدگی است، از یخ، از ژاله، و ماء العین، آبی که از چشمه گرفته شدگی است. این آب‌های به دیگر تعبیر مطلق نامیده می شوند. آب‌هایی که با اینها طهارت کردن، غسل کردن، لباس شستن، خوراک کردن مطلقاً جایز است. خداوند کریم در قرآن کریم می‌فرماید که استعاذ بالله ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله حتما دوست می‌دارد آن کسانی که توبه کار هستند، توبه می‌کنند، توبه را طلب میکنند، جستجو میکنند، توبه را ترک نمیکنند. و یحب المتطهرین، و آن کسانی که تازگی را میکنند، تازگی را زیادتر میکنند. الله شخص هایی که این دو وصف را در خود نگاه میدارد، الله این گونه انسان ها را دوست میدارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد در حدیث خود میفرمایند که الطهور شطر الایمان، تازگی یکی از شاخه های، یکی از پایه های ایمان هست، یکی از پایه های ایمان هست. در دیگر حدیث خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مفتاح الصلاه، مفتاح الجنة الصلاة و مفتاح الصلاة الوضوء، کلید جنت نماز است و کلید نماز باشد طهارت است. بله برادران و خواهران عزیز، امام بحث خود را، بحث های فقهی را با طهارت شروع کرد. پیش از طهارت، آن چیزی که با خودش طهارت تازگی جایز است یا که جایز نیست، با این بحث شروع کرد موضوع را. این بحث آب است. وقتی که انسان نماز خواندن میخواهد تا اینکه نماز سبب شود وی را به جنت ببرد، باید طهارت گیرد. تا اینکه طهارت گیرد، نوعهای حکمهای آب را، با کدام آب طهارت کردن جایز است، با کدام آب طهارت کردن جایز نیست، با کدام آب هم طهارت هم باید تیمم گیرد انسان، در کدام حالت ها آب را استعمال کرده نمیتواند. این حکم های آب ها را مسلمان باید بداند. طهارت حقیقی به دو تقسیم می شود: طهارت حقیقی، طهارت حکمی. طهارت حکمی باشد از بی‌طهارتی و از جنوبی، از حیض نفاس خود را با آب یا که با خاک، با این چیزها پاک کردن. طهارت حقیقی باشد نجاست هایی که حقیقی است، با چشم دیده می شود، مثل خون و مثل پیشاب و مثل مدفوع، اخلاط و این چیزها، و نجاست های حقیقی که دیده می توانید با محسوس خودتان، اینها را با آب یا که با مواد شیمیایی تازه کردن باشد، طهارت حقیقی شماریده می
شود. خلاصه طهارت به دو تقسیم می شود: طهارت حقیقی، طهارت حکمی. طهارت حکمی باشد از بی طهارتی، از بی غسلی، از نفاس، از حیض تازه شدن. طهارت حقیقی باشد از خون و از پیشاب و از منی و از این چیزهایی که اخلاط و این چیزها پاک کردن، خواه بدن را، خواه جای را، خواه طبق و دیگر چیزهایی که انسان استعمال میکند. ماء السماء، آب باران، آبی که از آسمان میریزد، میشارد. این آبی هست که با این طهارت کردن جایز است. دلیل ما از قرآن کریم این است که استعاذ بالله و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم و ینزل علیکم، و از آسمان آب شارانیدن، آب ریزاندن تا اینکه خودتان را لیطهرکم، خودتان را پاک گردانید. و ماء البحر و دوم آب بحر است. در این خصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود در بخاری و مسلم میفرمایند که هو الطهور ماؤها والحل میتته. آب بحر تازه هست در حد ذات خود و تازه کننده هست و چیزی که در بحر میمیرد حلال است، میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود. و سوم نمود آب باشد و ماء النهر، آب دریا همچنین پاک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود میگویند که الماء طهور لا ينجسه شیء. آبی که مطلق است، در وی یگان چیز ارلا شدگی نیست، در حد ذات خود در اصل تازه هست، هیچ چیز وی آب را ناپاک کرده نمیتواند، میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود. چهارم باشد و ماء البئر، آب چاه، و ما ذاب من الثلج، پنجم آبی که از برف گرفته شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین در حدیث خود میفرمایند که اللهم باعد بینی و بین خطایای كما بعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقینی من خطایای كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطایای بالماء والثلج والبرد. در این دعا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که خداوندا بین من و خطاگیم مثل شرق و غرب چقدر مسافه دور باشد، مرا و خطاگیم را از من دور گردان و مرا از خطاگی پاک گردان، مثل لباسی که با شستن سفید می شود، با شستن جمالش به خودش می بیاید، تازه می شود. مرا از گناههایم پاک گردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا می کردند اللهم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، ای خداوند گناههایم را با آب و با برف و با ژوله پاک گردان. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین طور دعا میکردند. علما از این حدیث چرا استنباط کردند با آب و آب برف با آب ژوله طهارت کردن جایز است و تمام نمود تازگی را کردن جایز است، گفته حکم بردن علما. هفتم باشد و ماء العین، آب چشمه، این هم آب هست که با خودش تازگی کردن جایز است. این هفت نمود آب‌هایی که حاضر برای شما نقل کردیم، این آب‌ها را به دیگر تعبیر آب مطلق، الماء المطلق نامیده می شود. آب مطلق چی است؟ بدون قید، یعنی که یگان چیزی به این آب ارالش شدگی نیست که تا با ارالش شدنش یک نام دیگر گرفته باشد. آب را مثلا با شیر ارالش کردید، با سرکه ارالش کردید، نام آب دیگر می شود. آب را مثلا با در شوربا جوشانیدید، خوراک کردید، نام وی آب دیگر می شود. اگر بر یک کلمه دیگر بیاید، این کلمه را دیگر کلمه قید می کند، پس این کلمه می شود کلمه مقید. اگر کلمه بدون قید ذکر کرده شده باشد، این کلمه را ما کلمه مطلق میشماریم. اقسام المیاه، قسم های آبها. ثم المیاه علی خمسه اقسام، آبها 5 قسم هستند. طاهر، مطهر، غیر مکروه. یکم نمود آب این است که در حد ذات خود پاک است، مطهر و پاک کننده است، غیر مکروه و مکروه نیست. این وصف ها آبی که 3 وصف را در خود دارد، 2 وصف مثبت، 1 وصف منفی. پاک هست و پاک کننده هست و مکروه نیست. و هو الماء، این آب نمود آب کدام آبها هست؟ و هو الماء المطلق، این نمود آبهای مطلق است که در بالا ما ذکر کردیم. آب بحر، آب آسمان، آب بحر، آب دریا، آب چاه، آب برف، آب ژوله و آب چشمه گفتیم. این 7 نمود آبهای مطلق نامیده می شود. این آبها در خود 3 وصف دارند، 2 وصف مثبت، 1 وصف منفی دارند. پاک هستند، پاک کننده هستند و مکروه نیستند. این آبها با این آبها تمام نمود تازگی را کرده می توانید. خواه طهارت حکمی باشد، خواه طهارت حقیقی باشد، تمام نمود تازگی را، طهارت را کرده می توانید. دوم نمود آبها باشد طاهر، مطهر، مکروه، در حد ذات
خود پاک است و پاک کننده است، لیکن مکروه است، تنزیها مکروه است. مکروه به دو تقسیم کرده می شود: تحریما مکروه، تنزیها مکروه. تحریما مکروه به حرام نزدیک است، تنزیها مکروه باشد از حرام دور است، به سنت نزدیک است. وقتی که انسان تحریما مکروه را میکند گناهکار می شود، تنزیها مکروه را وقتی که میکند انسان گناهکار نمی شود. و هو این نمود آب سه وصفی مثبت دارد در خود: پاک است، پاک کننده است، لیکن مکروه است. و هو آبی که ما شرب منه الهرة، آبی که از آن آب مثل پیشک و گربه و موش و مار و کژدم نوشیدگی هست، و نحوها مانند همین حیوان ها. و کان قلیلا، و این آب در حالتی که این آب کم هست، در حالتی که آب کم هست و این نمود حیوان ها مثل پیشک و گربه و مار و کژدم و موش و این نمود حیوان ها از این آبی کم اگر نوشند، این آبی کم پاک کننده و مکروه شماریده می شود. در کدام وقت مکروه شماریده می شود؟ وقتی که آبی مطلق در نزدتون هست و این آبی طاهر مطهر مکروه هست. وقتی که آبی مطلق در نزدتون هست، یعنی که آبی که طاهر مطهر غیر مکروه در پیش خود داره، این آب رو کار نفهموده آبی که طاهر مطهر مکروه رو اگر استفاده بره، در این حالت تنزیها مکروه می شود حکم این طهارت شما. اگر آب مطلق طاهر مطهر و غیر مکروه نباشد، با این آب طهارت کردن مکروه نیست. و سوم نمود آب باشد طاهر غیر مطهر، پاک هست، در حد ذات خود پاک است، لیکن غیرش را پاک کننده نیست. مثلا و هو مستعمل لرفع حدث، و این نمود آبهایی که پاک است یک وصف مثبت دارد، غیر مطهر لیکن پاک کننده نیست. چرا پاک کننده نیست؟ ما گفتیم که طهارت حکمی میشه، طهارت حقیقی میشود. طهارت حکمی را به جای آوردن نمیتوانید با این نمود آبها، لیکن طهارت حقیقی را، نجاست را دور کرده با این آب دور کرده میتوانید. و هو این نمود آبی هست که مستعمل، آن آبی است که استفاده برده شده است لرفع حدث، برای دور کردن بی‌طهارتی، بی‌غسلی، برای دور کردن حیض و نفاس استعمال کرده شده است. این آب مستعمل نامیده می شود. او لقربت، یا که برای نزدیک شدن برای الله طهارت دارد، لیکن بالای طهارت با طهارت میگیرید. مکان را تغییر کردن شرط است. طهارت دارید، مکان را دیگر نکرده در بالای طهارت با طهارت دیگر گیرید، این اسراف شمرده میشه. این آب اگر مکانتان را تغییر دادید، وقت گذشت، بعد از مرور وقت شما بالای طهارت اگر با طهارت گیرید، بالای نور یک نور دیگر می شود. به نیت چی؟ به نیت بر الله نزدیک شدن اگر این عبادت را کنید، شما در این حالت ثواب میگیرید. و آبی که شما در بالای طهارت با نیت قربت استعمال کردید، این آبی مستعمل شمارده می شود. یعنی که این نمود آبها در خود دو وصف دارد: پاک هستند لیکن پاک کننده طهارت حکمی نیستند، لیکن با این آبها طهارت حقیقی را چی کرده می توانید؟ به جای آورده می توانید. یعنی که نجاست حقیقی را دور کرده می توانید. مانند کل وضوء علی الوضوء بنیته و یصیر الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. در اینجا یک سوال هست که آبی که شما استعمال برده در بدن خود کی مستعمل می شود؟ کی یعنی که کی این آب را ما گفته می توانیم که پاک است و پاک کننده حدث نیست، پاک کننده طهارت حکمی نیست. کی گفته می توانیم؟ آب رو شما مثلا ریختید در بدنتون، آب شارید، در بالای بدن شما شارید یا که در روی شما شارید، لیکن نچکید. اگر نچکید آبی چی شمارده نمی شود؟ مستعمل شماریده نمی شود. وقتی که در بدن شما هست، این آبی مستعمل شماریده نمی شود. وقتی که چکید، در این حالت آبی مستعمل یعنی که طاهر و غیر مطهر نامیده می شود. ما لا یجوز به الوضوء من المياه، و آبهای هست که با آن نمود آبها طهارت گرفتن حتما جایز نیست. ولا یجوز الوضوء، طهارت گرفتن جایز نیست با چی؟ بماء شجر و ثمر، با آب درخت و با آب میوه طهارت گرفتن جایز نیست. ولو خرج بنفسه من غیر عصر، هر چقدر این آبی که از درخت برآمد، آبی که از میوه کدام نمود میوه باشد برآمد، یا که سبزوات میوه باشد، سبزه باشد، به اختیار شما، به صنع شما، به ساخت شما، اگر با اختیار خود اگر این آب برآورد درخت یا که میوه، با این آب طهارت کردن جایز نیست. فی الاظهر، از همه قول آیان و بیان در مذهب حنفی همین قول است. ولا بماء زال طبعه بالطبخ، و با آبی که با پختن جوشانیدن طبیعت خودش را دور کردگی است. بله برادران و خواهران عزیز، در اینجا آب طبیعت دارد و وصف دارد. آب سه وصف دارد: رنگ، بوی، لذت.
طبیعت آب چی است؟ طبیعت آب رقت و سیلان. رقت تنوک بودن. آب رو وقتی که میبینید و که میرسید لمس میکنید، تماس میکنید با آب رو میبینید که رقت دارد، تنوک هست و وقتی که ریختید میریزد. سیلان این است، میریزد، میشورد. طبیعت آب این دو چیز است. با پختن اگر یکی از این طبیعت های آب، سیلان یا که رقتش، تنوک بودن یا که روان بودنش اگر تغییر داد، با این آب طهارت کرده نمیتوانید. او یا که بغلبتی غیره علیه، با غلبه چیزی دیگر در بالای این آبی مطلق. آبی پاک هست در اینجا، پاک و پاک کننده، غیر مکروه هست. با این آب دیگر نمودی چیزها ارالش شد و غالب آمد. در این حالت با این آب شما طهارت کرده نمیتوانید. ضابط الغلبتی یعنی که ما کی گفته میتوانیم که این آب دیگر چیز این آب را غالب آمد، این آب مغلوب شد، کی این وقت این سخن را گفته میتوانیم. والغلبة فی المخالطة الجامدات، غلبه به دو تقسیم می شود. چیزی که با آب ارالش می شود به دو تقسیم میکنن علما. یک قسمی که چیزهایی که جامد یعنی چیزهایی که سخت هستند در خود آب ندارند، دارند لیکن یک ذره کم دارند. دوم قسم باشد آن ماده هایی که در خود آب دارند، چیزی که با آب ارالش می شود یا چیزی سخت است یا چیزی که آبدار هست. چیزی سخت اگر ارالش شد و غالب آمد به آب یک حکم را میگیرد و چیزی که آبدار هست به آب ارالش شد، آب پاک ارالش شد، دیگر حکم را میگیرد. بخوانیم والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته و سیلانه. وقتی که آبی پاک دارد و چیزی که به آب هست، سخت هست، با آب ارالش شد، در این حالت نگاه میکنید این آب پاک آیا طبیعت خودش را، طبیعت آب چی بود؟ سیلان و رقت، تنوک بودن و روان شدن. یکی از این وصفهایش اگر دیگر شد، در این حالت ما با این آب طهارت کرده نمیتوانیم. ولا یضر تغییر اوصافه كلها بجماد. لیکن تغییر دادن یک جماد ماهیت آب را، وقتی که یک جماد یک چیزی که سخت با آب ارالش شد و ماهیتش را، طبیعتش رو اگر دیگر کرد، با این آب شما طهارت گرفته نمیتوانید. اگر سه وصف آب دیگر شده باشد و طبیعت آب اگر دیگر شده نباشد، در این حالت با این آب طهارت کرده میتوانید. مثلا یک جماد با آب ارالش شد، طبیعت آب یعنی که رقت و سیلان دیگر شده نیست، لیکن رنگ، بوی و طعم آب دیگر شد، با این آب طهارت کرده میتوانید. دیگر شدن وصف حکم آب را دیگر نمیگرداند، یعنی که پاک کننده و غیر مکروه بودن آب را دیگر نمیکند. اما دیگر کردن طبیعت باشد، حکم آب را دیگر میکند. که زعفران و فاکهه و ورق شجره، مثل زعفران رو اگر شما با آب ارالش کردید، رنگ، بوی، طعم آب دیگر میشود، لیکن طبیعت آب، رقت و سیلان دیگر نمیشود. و فاکهه، میوه رو گرفتید شما با آب پاک کننده و غیر مکروه ارالش کردید، در این حالت هم حقیقت آب یعنی که رقت و سیلان دیگر نمیشود، لیکن رنگش دیگر میشود، سه وصفش دیگر میشود، که دویش یکش دیگر میشود. با این آب طهارت کرده میتوانید. یا که ورق یک برگ درخت با آب غلطید و رنگ آب رو دیگر کرد، طعم آب رو، بوی آب رو دیگر کرد، لیکن آب رو گرفتید بدید که حالا رقت و سیلان طبیعتش یعنی دیگر شده نیست، با آن آب طهارت گرفتن، غسل کردن صحیح است، درست است. والغلبة فی مخالطة المائعات، غلبه در ارالش شدن چیزهایی که سخت نیستند، چیزهایی که آبدار هستند. در اینجا یک چند بحث هست. بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط. در اینجا نگاه میکنیم چیزی که آبدار هست چند وصف دارد، به این نگاه میکنیم. اگر چیزی که آبدار، یک ماده‌ای که متریالی که آبدار هست، اگر دو وصف داشته باشد، با غالب آمدن یک وصفش با این آب طهارت گرفتن جایز نیست. مثلا کلبن مثل شیر، له اللون و الطعم. شیر رو گرفتید، دیدید شیر رنگ دارد و لذت دارد، طعم دارد، لیکن بوی ندارد. شیری که شما به خلال ماندید و از خلال گرفتید، این شیر رنگ دارد لیکن بوی ندارد، طعم دارد لیکن بوی ندارد. این آب را با آب مطلق اگر ارالش کردید، رنگ آب وقتی که دیگر شد یا که لذت آب دیگر شد، با غالب آمدن یکی از وصفهای شیر، حکم این آب دیگر می شود. با این آب شما طهارت کرده نمیتوانید. و به ظهور وصفین من مائع له اوصاف ثلاثه، با پیدا شدن دو وصف، چیزی که سه وصف دارد، با پیدا شدن، با غالب آمدن با دو وصف، با این آب طهارت کرده نمیتوانید. مثلا کالخل مثل سرکه
رنگ دارد، بوی دارد، لذت دارد. سرکه رو با آب ارالش کردید، رنگ آب بوی آب دیگر شد، یا که رنگ آب طعم آب دیگر شد، یا که طعم آب بوی آب دیگر شد. در این حالت با این آب شما طهارت کرده نمیتوانید. اگر یکی از وصفهایش ظاهر شد، دیگر وصفهایش دو وصف دیگرش ظاهر نشد، با این آب شما میتواند که طهارت گیرید. والغلبة فی المائع الذي لا وصف له. چیزی آبداری که چیز سخت نیست. مائع ضد جامد هست. جامد چیز سخت است، تقریبا به آب هست، و مائع چیزی که آبدار هست لیکن در خود وصف ندارد. اگر با این آب مطلق ارالش شد، ما چیکار میکنیم؟ در این حالت نگاه میکنیم مثل کلمه المستعملی، مثل آبی که مستعمل است. در بالا ذکر کردیم آب مستعمل رو، آبی که پاک است لیکن پاک کننده نیست، پاک کننده حدث است، طهارت حکمی نیست. در این آب اگر با آب مطلق ارالش شد، یا که و ماء الورد المنقطع رائحته، آب گلی که بوی ندارد، این آب اگر با آب مطلق ارالش شد، تکون بالوزن. در اینجا ما وزن را نگاه میکنیم، لیتر را نگاه میکنیم. فإن اختلط الرطلان من ماء المستعمل برطل من الماء المطلق، اگر 2 لیتر آب مستعمل با 1 رطل آب مطلق ارالش شد، لا يجوز به الوضوء. در این حالت طهارت با این آب جایز نیست. و بعکسه جازه، اگر عکسش رو مثلا رو تبدیل کنیم، جایز است. 2 لیتر آب مطلق هست و 1 لیتر آب مستعمل است. 1 لیتر آب گل هست، 2 لیتر آب مطلق است. اگر ارالش شد، با این آب طهارت و غسل کرده میتوانید. و رابع، چهارم باشد ماء نجس، آب نجس، آبی که ناپاک است. و هو الذي حلت فيه نجاسه، آبی که در آن آب نجاست داخل شده است، ارالش شده است، یا که چکیده است، ریخته است. و کان راکدا قلیلا، در اینجا نگاه میکنیم آب رو اگر ما تصور کنیم، آب یا راکد است، واقف است، می ایستد در یک جای، یا می شورد. بعض آب‌های مثل آب دریا، آب بحر، آب چاه، آب چشمه، این آب‌ها زیاد وقت می شورند. و بعضی آب‌هایی که بسین از آبی که در یک جا مثلا جمع شده است، این آب‌ها راکد هستند، آب‌هایی که واقف هستند. نگاه میکنیم آبی که جاری هست حکم خود را دارد، آبی که راکد است حکم خود را دارد. و کان راکدا قلیلا، اگر آب راکد باشد، آبی که نمیشورد، روان نیست، در یک جا واقف است، ایستادگی هست و کم هست. والقلیل، آبی کم، چرا آبی کم میگن علما؟ والقلیل ما دون 10 فی 10. یک بسین حوض فکر کنید، درازه‌اش 10 ذراع است، برش هم 10 ذراع است، یعنی که تقریبا مثلا علی الاحتیاط 10 متر 10 متر 10 متر. یک ذراع اصلا تخمینا 60-65 ذراع هر انسان گوناگون است. ما احتیاطاً میگوییم که 10 متر 10 متر درازه‌اش، 10 متر برش. اگر از این 10 متر 40 متر و چقوریش 20 سانتی متر، اگر از همین مقدار آبی راکد، آبی که واقف هست کم باشد، با یک ذره، با یک نقطه غلطیدن نجاست، تمام آب نجاست می شود. یا که آبی قلیل را، آبی کم را به دیگر تعبیر میگویند که وقتی که شما یک طرفی حوض رو، بسین رو زدید، در همه حالت زندتون دیگر طرفش اگر در حرکت آمد، در آن حالت هم این آبی کم شمارده می شود. در اینجا وقتی که یک ذره، یک قطره اگر نجاست ریخت، یک خون، یک چکه خون، یک ادرار اگر پیشاب ریخت، در این حالت تمام آب نجاست می شود و آن طهارت کردن جایز نیست میگویند علما. فینجس بها و ان لم یظهر اثرها فیه، اگر آب راکد واقف باشد، ایستادگی باشد، نمیشوردگی آب باشد و از ده کم باشد، ولو که اثرهای نجاست، اثر نجاست یعنی که بوی، رنگ، لذت، طعم ظاهر شدگی نباشد، هم با غلطیدن تمام آب نجاست می شود. او کان جاریا، اگر آب جاری باشد، آبی که میشورد، روان می شود، این خیلی آب باشد، و ظهر فیه اثرها، یکی از اثرهای نجاست در آب میشورد، دیدید که یکی از اثرهای نجاست در آن روان هست، رنگ یا که بوی یا که طعم. والاثر طعم مثل طعم هست، و لون مثل رنگ، او ریح مثل بوی هست. یکی از این اثرها رو دیدید، در این حالت نجاست است. اگر این اثرها رو نبینید، این آبی که روان هست نجاست نیست. والخامس، و پنجم باشد ماء، آبی هست که مشکوک فی طهوریته، در خصوص پاک بودنش شک نیست، لیکن در خصوص پاک، آیا پاک میکند، خودش پاک است لیکن غیرش رو، ما رو یعنی پاک میکند یا که نمیکند، در این خصوص شبهه هست. این چه نمودی آب؟ و هو، این نمودی آب ما آن آب هست که شرب منه حمار، از آن آب خر نوشیدگی است، او بغل یا که خچیر نوشیدگی هست. این نمودی آب. خچیر چی است؟ پدرش اسب و مادرش خر باشد، خچیر نامیده می شود. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.